السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه موسی علیه السلام نزد شعیب علیه السلام 10 سال کار کرد، خواست به مصر برگردد، به نزد خویشاوندان خود. با همسرش به طرف مصر حرکت کردند. در راه هر کسی از طرف مصر می آمد از او می پرسید در مصر چی خبر است. شب شد، در صحرا قرار داشتند. خواست آتشی سازد که گرمی کند برای همسرش، اما نتوانست. دید که در جای دور روشنایی است، یعنی در بالای کوه، ولی جای دور است، یک روشنایی است. و همسرش از جهتی که حامله بود نخواست او را یعنی اذیت بدهد. او را گفت در یک جا بنشیند و خودش به بالای همان کوه رفت برای اینکه از همان آتش با خود بیارد. وقتی نزدیک شد یک چیز عجیبی را دید. یک درخت بود و از درونش نور می برآمد. نزدیکتر شد، آوازی شنید. این بزرگترین سخنرانی بین موسی و الله متعال بود. ندا شد: ای موسی، پایافزالت را برآر، تو در جای مقدسی قرار داری. من پروردگارت هستم، هیچ معبودی به حق جز من نیست. پس مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا دار. یقینا قیامت خواهد آمد. میخواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کسی در برابر سعی و کوشش اعمال میکند جزا داده شود. پس مبادا کسی با آن ایمان ندارد و از هوسهای خود پیروی میکند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهید شد. و ای موسی، آن چیز به دست راستت؟ موسی علیه السلام گفت: چوبی من است، بر آن تکیه میکنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان را فرو می ریزم و مرا با آن کارهای دیگر نیز است که برآورده می کنم. پروردگار گفت: ای موسی، چوب را بر زمین بیفکن. پس موسی علیه السلام عصای دستش را بر زمین افکند. ناگهان ماری بزرگ شد، به هر سو می دوید. موسی دید که مار بسیار تیز می رود. ترسید، گریخت و پشت. پروردگار فرمود: ای موسی، برگرد و نترس، او تو را ضرر نمی رساند. موسی علیه السلام برگشت و از دنب مار گرفت که باز به چوب مبدل شد. الله متعال فرمود: ای موسی، دستت را در تگ کشت درآور. موسی علیه السلام دستش را در تگ کشش درآورد. وقتی دستش را برآورد از کف دستش نوری برآمد، مثل آفتاب روشنی میکرد. و بار دیگر دستش را در تگ کشش درآورد و برآورد، دید که دیگر روشنایی غایب شد. یعنی این دو معجزه بزرگی بود که الله متعال به او عطا کرد. و وقتی موسی علیه السلام یعنی در حالت ترس قرار می گرفت، هر دو دستانش را یک جا بند می کرد، ترسش گم می شد. پروردگار فرمود: تا معجزه های بزرگ خود را به تو نشان دهیم. الله متعال به موسی علیه السلام فرمود: به سوی فرعون برو، بیگمان او سرکشی کرده است. موسی علیه السلام که زبانش وقت سخن کردن بند می شد گفت: پروردگارا، سینه ام را برایم بکشا و کارم را برایم آسان گردان و گره را از زبانم باز کن تا سخنانم را بفهمند و برای من یاور و وزیری از خاندانم قرار ده، برادرم هارون را. بعد از این دعا الله متعال زبان موسی علیه السلام را باز کرد، یعنی دیگر موسی علیه السلام برا سخن میکرد. عایشه رضی الله عنها میگوید: بزرگترین شفاعت در تاریخ
شفاعت موسی به برادرش بود. یعنی برادرش هارون مثل موسی علیه السلام پیغمبر شد و هارون موسی علیه السلام را یاری میکرد، تقویت میداد. یعنی با وسیله هارون موسی علیه السلام قوت میگرفت و هر دو یک جا دعوت میکردند. موسی علیه السلام گفت تا تو را بسیار تسبیح گوییم و بسیار تو را یاد کنیم، بیشک تو به حال ما خوب بینایی. الله متعال فرمود ای موسی هر چی پرسیدی عطا کرده شد. موسی علیه السلام از کوه به نزد خانواده خود رفت، یعنی به مصر رفت. همسرش را در خانه یعنی خودشان گذاشت و با برادرش نزد فرعون رفتند. در نزد قصر بودند، در را کوبیدند، دروازه‌بان آنها را از نزد قصر دور کرد. یعنی موسی علیه السلام را نشناخت. 10 سال از بین گذشته بود یا اینکه زیادتر و چهره موسی کمی تغییر یافته بود. موسی علیه السلام به دروازه‌بان گفت من پیامبر هستم. دروازه‌بان فکر کرد پیغمبر یعنی پیغامی کدام پادشاه دیگر را آورده است و میخواهد به فرعون بدهد. در را گشاد، موسی و برادرش هر دو در آمدند. متعال فرمود هر دو با آیات ما بروید، یقینا ما با شما شنوندگان هستیم. پس به نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. مقصد موسی علیه السلام برآوردن بنی اسرائیل از مصر بود. بعد از سخنرانی فرعون موسی علیه السلام را شناخت. فرعون گفت آیا ما تو را از کودکیت کلان نکردیم و تو در قصر ما سالها زندگی کردی و شخصی را کشتی که تو از ناشکرگزاران بودی؟ همه گذشته را فراموش کردی ای موسی؟ موسی علیه السلام گفت بله من این کاری بد را کردم. من آنگاه از بیخبران بودم. پس چون از شما ترسیدم فرار کردم. آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. و آیا این نعمتی است که تو بر من منت میگذاری که بنی اسرائیل را غلام خود ساخته ای؟ موسی علیه السلام بی ترس با فرعون سخن میکرد و سخن فرعون را ناترسانه جواب داد. فرعون گفت پروردگار جهانیان کیست؟ موسی علیه السلام گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دوست اگر اهل یقین هستید. مردمی که در قصر بودند و این سخنرانی را میدیدند و میشنیدند از سخنهای موسی در تعجب ماندند. خدای آسمان ها و زمین، یعنی پیش از این سخنها را از هیچ کسی نشنیده بودند. فرعون به آنهایی که در اطرافش بودند گفت آیا نمیشنوید چی میگوید؟ موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست. اکنون در بین مردم غوغا شروع شد. مردم به شنیدن این سخنها به حقیقت نزدیک بودند. فرعون دیگر سخنی نیافت به جز که گفت به تردید پیامبرتانی که به سوی شما فرستاده شده است دیوانه است. موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دوست اگر بیندیشید، یعنی پروردگار همه عالمیان است. فرعون دیگر سخنی نیافت و دید که مردم به سخنهای موسی گوش میکنند، نزدیک هستند به حقیقت. گفت اگر به جز من معبودی اختیار کنی تو را زندان میکنم. موسی علیه السلام گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم. فرعون دیگر سخنی را گوش نمیکرد. وقتی رسیده بود که موسی علیه السلام معجزه را نشان بدهد. فرعون گفت پس اگر از راستگویانی معجزه را بیاور. پس موسی علیه السلام چوب دستش را به زمین گذاشت. ناگهان ماری بزرگی شد و دست خود را در بغلش در آورد و برآورد. ناگهان از دستش نور بسیار هم
بزرگ برآمد. فرعون به اشرافی که در اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگردانی است. فرعون گفت ای موسی، پروردگار شما کیست؟ موسی علیه السلام گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته سپس آن را هدایت کرده است. فرعون گفت پس حال و سرنوشت نسل‌های گذشته چی می شود؟ موسی علیه السلام گفت علم آن نزد پروردگارم در کتاب ثبت است، یعنی حفظ است. پروردگارم نه اشتباه می کند، نه خطا می کند و نه فراموش می کند. فرعون بعد از دیدن این معجزه ها کبر ورزید و گفت ای موسی، آیا به نزد ما آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ پس یقینا ما هم سحر مانند آن برای تو می آوریم. پس هم اکنون در جای هموار و مقبولی باشد برای همه. روزی را میان تو قرار بده که نه ما و نه تو از آن دیر کنیم. روز زینت، یعنی آن کدام روز است؟ روز زینت که همه مردم جمع می شوند. آن روز را موعد قرار می دهیم. موسی علیه السلام هم همین روز را می خواست که نزدی همه شود، یعنی معجزه را همه مردم بینند. روز قرار داده شده رسید و همه جمع شدند. موسی به جادوگران گفت از الله بترسید. شما می دانید که آنچه را من نشان دادم جادو نیست. در میدان 40 تا از جادوگران بهترین آمده بود که آنها را فرعون اختیار کرده بود. جادوگران جمع شدند و بین یکدیگر مصلحت می کردند. یکی از آنها گفت شما می دانید که آنچه را موسی آورده است معجزه است و او پیامبر است. و بعد از مصلحت زیاد به نزد فرعون رفتند و گفتند اگر ما پیروز شویم در قبال پیروزی ما به ما چی می دهی؟ فرعون گفت اگر شما پیروز شوید شما از نفران عالی قدر ما می شوید، یعنی پاداش زیادی می دهم. جادوگران به سخن فرعون راضی شدند و به مردم گفتند موسی و هارون جادوگری بیش نیست و شما را می خواهند از وطنتان بیرون کنند. جادوگران یک صف کشیدند. در یک طرف موسی علیه السلام با برادرش هارون علیه السلام بود و در دیگر طرف 40 تا از بزرگان جادوگران. به موسی علیه السلام گفتند آیا تو شروع میکنی یا ما؟ موسی علیه السلام گفت شما شروع کنید. جادوگران ریسمان ها و چوب هایی که در دست داشتند آنها را افکندند و چشم های مردم را جادو کردند. در نظر همه ریسمان ها و چوب ها ماری نمید. حتی موسی علیه السلام ترسید و احساس کرد که مبادا ایمان مردم، یعنی مبادا در ایمان مردم خلل پیدا شود. الله متعال به موسی علیه السلام الهام کرد. فرمود ای موسی نترس، تو غالب و برتری و آنچه را در دست راستت داری بیفکن، یعنی چوبی دستت را بیفکن تا تمام آنچه را که ساختند ببلعد. موسی علیه السلام چوبی دستش را به زمین افکند که ماری بزرگ شد و همه آن ریسمان ها و چوب هایی که جادوگران انداخته بودند آنها را بلعید. جادوگران فهمیدند که این جادو نیست و در حقیقت این ماری بزرگ است. همه جادوگران به سجده افتیدند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون در غضب شد. 40 جادوگر مصری که فرعون آورده بود به جایی که موسی و هارون را خاموش سازند آنها ایمان آوردند. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازت دهم به او ایمان آوردید؟ به تردید او بزرگ شماست، یعنی موسی علیه السلام بزرگ شماست که شما را سحر آموخته است. پس یقینا دستانتان و پایهایتان را برخلاف یکدیگر قطع میکنم، یعنی دستان شما را میبرم و شما را بر تنه های درخت های خرما دار می آویزم. بیشک خواهید دانست که عذاب و شکنجه کدام یکی از ما سختتر است.
و پایدارتر است. 40 تا جادوگر ایمان آورده بودند و گفتند قسم به خدا هرگز تو را بر این معجزه هایی که برای ما آمده است برتری نمیدهیم. پس ای فرعون هر حکمی که میخواهی حکم کن، تو تنها میتوانی زندگی این دنیا را حکم کنی. فرعون امر کرد و 40 تا جادوگری که ایمان آورده بودند همشان را کشتند، شهید کردند. به عوض این 40 جادوگر 3 نفر دیگر هم از مصری ها ایمان داشتند. یکی از آنها یکی از بزرگان مصری ها بود که در قصر کار میکرد و زندگی میکرد، ایمان داشت. و یک مرد مصری دیگر و همسری فرعون یعنی آسیا ایمان داشتند، ولی ایمان خود را پنهان میکردند. فرعون با بزرگان مصر مصلحت کرد، مشورت کرد که چی باید کنند. بین مردم غوغا پهن شده است. آنها گفتند قوم موسی را عذاب بده. فرعون امر کرد مردها را بکشید و زنها را بگیرید. عذاب بر بنی اسرائیل زیادتر شد و فرعون گفت من موسی را هم میکشم، بگذار از خدایش یاری بخواهد. شخصی که از بزرگان مصر بود و ایمان داشت گفت آیا کسی را میکشید که میگوید پروردگارم الله یکتاست، در حالی که به شما معجزه آورده است؟ موسی علیه السلام به قومش گفت ای قوم اگر ایمان داشته باشید پس صبر کنید. الله متعال به موسی وحی کرد خانه هایی که بنی اسرائیل زندگی میکنند علامت گذاری کنید تا که روزی امر به هجرت می شود آنها را تیز پیدا کنید و بفهمید که در کدام خانه اسرائیل زندگی می کنند. و به بنی اسرائیل امر شد در خانه هایتان بسیار نماز بخوانید، دعا کنید. موسی علیه السلام دعا کرد پروردگارا تو به فرعون و اطرافیانش زینت و اموال فراوانی در زندگی دنیا داده ای و آنها مردم را گمراه میکنند. پروردگارا مالهایشان را نابود کن و دلهاشان را سخت کن، پس آنها ایمان نمی آورند تا عذاب دردناکی را ببینند. دعای موسی علیه السلام استجابت شد و مال و ثروت فرعون و اطرافیانش به سنگ مبدل شدند. فرعون باز عذاب را سختتر کرد بر بنی اسرائیل. الله متعال عذاب دیگری را فرستاد. در مصر خشکسالی شد و باران نبارید و گرسنگی شد. اکنون فرعون فهمید که این را خدای موسی کرده است. موسی را به نزد خود خواند و گفت اگر خدایت را دعا کنی از ما این عذاب را بردارد، من عذاب را از بنی اسرائیل دور میکنم. موسی علیه السلام دعا کرد و باران بارید و دریاها پر از آب شدند. فرعون باز عذاب را بر بنی اسرائیل شروع کرد. الله متعال عذاب دیگری را فرستاد. درختها میوه نمی کردند، یا اینکه درخت کلان میوه یک میوه داشت، یعنی باز گرسنگی شد. فرعون باز موسی را به نزد خود خواند و گفت دعا کن من بنی اسرائیل را میگذارم با تو بروند. موسی علیه السلام دعا کرد و درختها پر از میوه شدند و خیر و برکت شد. اما فرعون بنی اسرائیل را رها نکرد، یعنی رها نکرد که با موسی از مصر بروند. الله متعال عذاب دیگری را فرستاد. سیل بزرگی آمد و به هر خانه ای که مصری زندگی میکرد سیل می در آمد و همه را ویران میکرد به جز خانه های اسرائیلی ها. و عذاب دیگری را به فرعون نازل کرد. ملخ های زیادی نازل شدند، همه زمین های مصری ها را خراب کردند، ویران کردند. باز عذاب دیگری نازل شد به فرعون و اطرافیانش
کیک نازل شد و همه لباس ها و جسد های مصری ها و فرعون پر از کیک شد. باز عذاب دیگر را بر فرعون نازل کرد، قورباغه. هر جای را که میدیدند پر از قورباغه بود، خوراکشان پر از قورباغه بود، خانه هاشان پر از قورباغه بود. و آخران و عذاب سختترینی که الله متعال بر فرعون و اطرافیانش نازل کرد، یعنی به اهل مصر، خون بود. آب پر از خون شد. هر آبی را که مصری ها می گرفتند خون می شد. اگر اسرائیلی آب را می گرفت آب بود. یعنی مجبور می شدند که به اسرائیلی می گفتند به ما آب بده. وقتی اسرائیلی آب را به فرعون یا که به اطرافیانش می داد، در حال آب به خون مبدل می شد. یعنی گرسنگی و تشنگی زیادی شد در مصر. فرعون موسی را به نزد خود خواند و گفت دعا کن، اگر خدایت عذابها را از ما بردارد ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو روان می کنیم. موسی علیه السلام دعا کرد و عذابها برداشته شدند. وقت شب بود، موسی علیه السلام و بنی اسرائیلی ها یکدیگر را خبر دادند و شروع به برآمدن کردند. 600,000 بودند بنی اسرائیلی ها، همشان از مصر برآمدند.